عجیب آورده است. از زمان معتصم بالله فرزند هارون الرشید برادر مأمون است. در عقیده معتزلی بود. اهل سنت خیلی ظلم و ستم کردگی است. اما قدرت پروردگار مسلمان که بود یک غیرت داشت، یک شهامت داشت. همین پیغمبر خدا، صحابه پیغمبر برای دیگران را یک الگو و یک نمونه هستند. ابن عاصی روایت میکنه که بوره میگه در یکی از شهرهای روم در اون زمان امپریای روم شرقی بود، دولت ویزانتیا، پایتختش کنستانتینوپل، اینا به استانبول حاضره، یا یک امپریای کلان داشتن. در یکی از همین شهرهای روم میگه یک زن قرشی را میگه به اسارت گرفتند، همون سطرش سرش، همون مویش سرش کشان میفروردن. میگه همون زن به علم گریست ناله کرد که وا معتصما. همون زمان معتصم بالله میگه خلیفه بود، خلیفه عباسی بود. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس. میگم زن به علم گریست ناله کرد که وا معتصما. همون زمان معتصم بالله میگه خلیفه بود، خلیفه عباسی بود. یک شخص میگه همین خبر آورد در بغداد در نزد معتصم بالله گپ زد. معتصم میگه در اون بالای تخت نشسته بود. همین آدم اومده گفت که یا خلیفه مسلمان ها گفت من شاهد اینم خیلی حال شدم. همون زنک میگه کریستو و معتصما گفت. همین معتصم بالله میگه از جوش پرید خیست، نعره زد، میگه گفت لبیک یا اختی، لبیک یا اختی. اما جواب همون را داده و معتصما که گفته بود لبیک شا گفت. بعد میگه اعلام کرد النفیر، خیزی همه النفیر، لشکر کشید، میگه همون شهر را ضبط کرد تا همون اسیره را پیدا نکرد، آزادش نکرد، آرام نگرفت. سبحان الله. یعنی همین غرور، همین ناموس، این ننگ اسلامی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما میراث مونده است در وجود هر یک مسلمان باید باشه. کسی ان شاء الله همین غرور و ناموس نداره، فردا روز قیامت ان شاء الله از شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخوردار میگردد. زیرا حضرت همین مردمی به ناموس و به غیرت دوست می‌داشت، مردمی به محبت دوست می‌داشت. حالت‌های شده است که بعضی‌ها بودن که یک فاسق طبیعت بودن، شراب نوش بودن، اما همین محبت داشتن، غیرت داشتن، ناموس داشتن، پیغمبر دوستشون می‌داشت. خدا کنه که همه ما خیلی عبرت بگیریم در همه حالت، در همه وضعیت، که به درد همدیگر شریک باشیم، غم همدیگر را بخوریم، سعی کنیم که کمک برای مسلمان برسد. تقریبی بزرگ حاجی ملازمی رو بزن. خدا انتی تری شیر بچه رو در پناه هم اسمت خدا حفظ. خداوند در خاندانش فیض برکات نازل بسازه و خداوند فرزنداش هم استخدامش هم خیلی شیر اول. انشالله شیر مردم همین شیر بچه ها از شیر میشوند، از شیر بچه میبرش. پروردگار فرزنداش هم استخدامش هم خیلی با غیرت، با همت و محبت بزرگ بسازه و هرگز کمی و کاستی را نبینه و در هر کجا باشی خداوند در حفظ امون درود و رحمتی به پایان برای پیامبر بشیر سرور کائنات متأخر موجودات همه در زمان منجی عالم بشریت، یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. الحمدلله که خداوند و این روز عید باز ما شما را رسانید. البته که هر یک دقیقه و ساعت‌هایی که از امر با شما می‌گذرد یک غنیمت است. گفتی در قاری نمی‌دانیم که فردا کی هست و کی نیست و هر یک ساعت و هر یک روز و عمل صالح گذراندن هم البته نشانه خوشبختی انسان است.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار بیان میکنند که خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. از بین مردم بهترین مردم کسی است که فایدهش به مردم میرسد. خیر الناس بهترین مردم کسی است که فایدهش به مردم میرسد. و شر الناس من یضر الناس بدترین مردم کسی است که ضررش به مردم میرسد. البته که مسلمان همه وقت حرکت داشته باشد که از بهترین ها باشد، نه از بدترین ها. اگر به شرطی که از بهترین ها هم کشیده نتونست، از دستش چیزی نمیوید، خیری نمیوید، عملی صالحی نمیاد، لااقل احتیاط داشته باشه که ضررش به کسی نرسد. همین علاقه خودش خوبی هست، وقتی که ضررش به کسی نرسد. و البته که خوبی کردن هر کس به مقداری خودش میکنند. مثلا که هر کس روی شرف جون شده نمیتوند که مثلا که 20 گاو خواب کشه و تقسیم کنه، یا که مثل دیگر آوری مثلا که مسجد مدرسه بنا بکنه، یا دیگر چندین مثلا کم بیزت را دست میگیره. یک عملی اندک هم که باشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که هر بار بیان میکند ولو بشق تمره، اگر چی باشد و یک پاره خرما، که حدیث از حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند که البته که دنیا روزی می شود که تمام می شود و آخر می رسد، بازش از قفای، بازش از یک جهان نو، باز قیامت برپا می شود. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند که هر یک نفری که از ما و شما هست به علاویدگی الله ذوالجلال به ما و شما سخن میکند، گپ میزند. در حال گپ میزند که ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان فینظر ایمن منه فلا یرى الی ما قدم و ینظر اشأم منه فلا یرى الی ما قدم و ینظر بین یدیه الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. حضرت بیان کرد که هیچ کدام از شما، یعنی هر